باز هم خوش آمدین دوستان عزیز با ما ابراهیم وطن دوست، البته در شهر تاشکند. کسایی را که شما میبینین حالا هم فعلا در اینجا آمدیم. ما چیم چرسو بازار میگه چی میگیش، در اینجا آمدیم این بازار را به شما معرفی کنم و از چیزایی که در این بازار پیدا میشه براتون معرفی کنم. اینجا هم یک مسجد بود که امروز روز جمعه است دیگه. این مردمایی که اینجا میبینید کلشان آمده بودن نماز جمعه و نماز خواندن، خدا خیرشان بده. بعد مسجد برآمدن دیگه. ما را همراه باشین با چیزهای مختلف در این بازاری که پیدا میشه. چرسو بازار یکی از بازارهای قدیم شهر تاشکند است که خیلی سابقه دار آمدی. آقای حسینی ما یک جوره دارم، به جوره گشته نمیتونم. آقای حسینی که تو من میباشه نگان جایا که میگردم. سلام علیکم. این کسایی هستن که آمده بودن به نماز جمعه، البته زن و مرد یگان چکر میزنن میاین. نام خدا مسجد هم خیلی یک مسجد بزرگ دیدنی که باش که ما برتم نشان بتم خوب صحیح ببینین. خیلی مقبول مسجد است. متاسفانه که اینجا مسجد ها خیلی دور دور می باشن، نزدیک نیستن. گفت در اینجا که ما اینه آقای حسینی او را برات گرفتم دیگه. کدام سو روان هستیم ما؟ این همی دیگه بازار خود داخل بازار تابال نشدیم. نه یارو بلد سرک لب سرک هستیم پیش. از نماز تازه برآمده بودن. خب نشون جمع دادره از پایان نماز دادره. میریم بخیر داخل بازار چهار سو یعنی از چهار طرف راه داره. از چهار طرف راه داره. این تو این مسجد هم دیگه باش که ما مکمل بگیرمش که ببینن. اگر آمدین شهر تاشکند از این جایا حتما دیدن کنین. خیلی جایای زیبا داره، خیلی جایای دیدنی داره. منتها یک نفر خیلی دلتنگ از دیگه نمیفهمم چرا. هم خود دیگه وطن از دوستای عزیز هر جایی که باشه، هر جایی که باشه کل دنیا یک سو وطن دیگه. وطن قربان خاک خود ما که هر چیزش یک مزه خاص داره. گشتش، گذارش، مردمش، هر چیزش یک لذت خاص خود داره. من تا اینجا فعلا میگردیم آپارتمانات، جایات و مردم هست دیگه. من تو مزه نداره. مزهش ده مزه نداره که خیلی وقت از گشنگی خواب گشنه خواب غذایش مزه نداره. غذایش مزه نداره، آبش مزه نداره. بیارن مزه که نداره دیگه چی رو بخوری؟ ما شما پیاده رفتنی هستیم ها؟ خب دوستان عزیز، فعلا یک کمک شما میگان جای چای مای بخورین. ما در جایی که رسیدم برتان انشاءالله ویدیو میگیرم و شما رو در جریان میمانم از جای مقبول زی شهر. خب دوستان عزیز، در جایی رسیدیم که بازار است. یگان چیزای دیدنی بیایی سی حسینی سر حسینی سر بی طرف بیا، این طرف بیا که ببینیم چی هست. این جایا لباس هست. سلام اینجا با چیزای قدیمی دیدنی هست. این جایا کلش خیلی چیز جالب. چی هستی حسینی سر؟ این کلاه نه؟ پشمی. این کلاه خیلی گرم است. در زمستان اینجا دیگه کار میآید. این مکمل یک جور لباس زنانه است. حتی کرتی و لباس و بعض چیزایی که رسم و رواج دیگه است. دستی استن البته کل چیزایی دیا صنایع دستی استن. این دستکولای خیلی زیبا مقبول
کلش دستی این ساخت دست است نه؟ ها کلون ساخت یا ماشین است گلدوزی کده کلون خوی مردم خیلی زیاد که علاقه دارن که تجمی چیزای دستی و این چیزا داره حالا همین مردم در مسابقه خود خیلی خوش هستند با مسابقه خود خیلی خوش هستند اینه بیبی آقای حسینی را توفه داد ما چون چی داد نه دیگه شما را ما چون مدوام دید از کجاستی نه بازار که میایی مجبور همه تو وطنی بگردی خیلی مقبول ما چون من خوبش میگم که شانه میگم والله خوب گرمه در زمستان کابل خوبه کلا خوب هستم میفهمی؟ داری را میفهمی؟ مزور شدیم کابل 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 داری مری میفهمی کدام داره یا نه؟ مردم افغانستان مردم افغانستان یک سلام من مردم خورو سلام سلام خوروی شریف بخیر بود قربانت دیگه سعینی صاحب مردم خیلی شیرین دارن ها؟ خیلی مردم های شیرین دارن محبت انگیز چی هست چی بایکاس و گلدوزی و بعض چیزاست این لباس هایی که اونجا بود اینجا هم پیدا میشه خب با دیزاین های مختلف البته ها؟ سعینی صاحب؟ پیدا میشه از جا هست در کابل هست از جا دیگه تو بیا اینجا دیگه چی رو ببینیم چی چیزا دارم این دیگه کلش پیرانای شاه و آروز یعنی پیرانایی که سلام دیگه تو که کدیدی تا چه نمه قواق کدی کدام داد نشدیم زنی ده کدیدیش تا چه چطور؟ چپاک نزدم به داشته نه نه خدای چاپانای اسکی که هست خیلی مقبوله خیلی دیدنی است دکانش هم نام خدا خوب پر است از لباس های قشنگ برو سعیدی صاحب دیگه آن چیزایی چی هستی؟ والا از این کلاهات ما را که دامدانه در سر ما میشینه یا نمیشینه والا اینی قیمت که چند میگه والا خوب میگه نمیگه که تو؟ والا با نماز خوب هست این پرسان که چند میگه از کی هست؟ کدام دوکانه؟ تو برو تو پرسان که چی میگه دامورا پرسان کو سینی صاحب ما این طرف ها را این چیزایی هست که در کابل هم پیدا میشد این چیزا این تو چیزای خاصی دیگه مالای و چاپانک هایی که در بالا بند است کلش چاپانایی هستن چند گفت؟ ویدر ایرا 55,000 55,000 زیاد بلند نگفته؟ شاید یک 5,000 رقم کم بکنه تو 50,000 می مثلا میتونه این چرا این چیزا قیمت 50,000 تو چیزا میتونه که دلت باشه نه 50,000 چند جور میشه 500 افغانی 500 این کلاه را که میبینین 500 افغانی 500 افغانی که در کابل با کس بای کنی بیادر میزنید ها از خندق تیر بشه خدا گپ از گپ تیر میشه خب یک دانه باید ما بخریم دیگه مجبور هستیم میخری؟ یک دانه باید بخریم چی باشه دیگه همیش خوبش میگه فکر کنم لوان خوبه این بیتی سیاسی نه بیخی سیاسی شو کن همیش سعید همیش سعید این جای هم دیگه جای لباس فروشی زنانه است و لباس ها اینجا نیست که شما بود پوشیم ها؟ سعید صاحب کلان لباس زنانه است یک رقم سفید دیگه مزیش نیست خواست از اینجا بیا که بریم لباس های هست که دیگه همین مردم خوش داره بپوشن که ما نمیدیم که ما بپوشیم ها؟ نه دیگه
خیر میگردیم دیگه چکر میزنیم دوستان که شما چکر بزنه ببینه که چی چیزا اینجا هست ها؟ غیر از اینی لباس هایی که کمک زندار خودم قیمت هایشان چاید دارم کشمیر سر آه این چادر های کشمیر کشمیری اینی جام بخش لیاف فروشی یا توشک فروشی و بالش تو اینی چیزاست که حالیم چنگه است اون خریده میره تو من کلاه را خریدم نه میره خود بپوشم توکل به خدا پلاستیک بزنید مفجر خیر پلاستیک بگی این کلاه را ما خریدم این کلاه 45,000 شد 45,000 روپیه شد اینی هم دادر گنجش فروشی ها چیزای والا خود سایره داره ایگه ها یا نه شاکی های سایره و چی اینی دیگه یک دانه مطالعه افیدگی داره فروخته میشه خوب قفاظت های مقبول برای جور کنه این طرف بریم دیگه میده بیا آقای حسینی اینی جا مرغ فروشی دم پل خشتی یا هم دارن تو نیست که یا ندارن دیگه شما فکر کردید کلشان یا دیگه دعواستن قربانت سان مرغاوی هم دارن حالا عجب چیزای رنگارنگ یک دستمال سر بنانیم بخرم این به حساب همو خشرترین جایش هست دیگه شهر قدیمی شد یعنی یک بازار خیلی قدیم است آقای حسینی همونطور اصلی یک بازار خیلی قدیمی است که با معانات سابقشون همونطور مانده گرچه زیر کار آمد فعلا زیر کار است کار میکنه که را جور کنه بازار کلان است چند ای بارزو تو ببین کدام دانه میره در جان ما چی چطوره در جان ما داره میشه پوشیده نمیشه موزیک هست؟ والا بیا خیر در کابل حالا $1 که بازی خوردیم کفر خنا میشه می بیخی دیگه ما فکر میکنم اینجا که آمادیم فکر میکنم در کابل میگردم این جایی که هست کابلی جای هست والا این جای نیست که